بهترین بازی شوتری که تو زندگیت بازی کردی چه بازی بود؟ ببین همه میگن کال آف دیوتی مودرن وارفر 2، ولی به نظر من بلک اپس 1 یکی از بهترینا بود. من خیلی حال کردم باش. بهترین بازی آنلاینی که از نظر خودت خیلی خفن بوده چیه؟ ببین بجز دوتا که حالا جزء بیشترین بازیایی که تو زندگیم بازی کردم، دستینی و دیابلو رو من خیلی دوست دارم تو بازی آنلاین. یه بازی جهانباز یا اوپن ورلد به معرفی کن. ببین تو بازی اوپن ورلد که یا باید بگیم جی تی ای یا ردد، ولی چون ردد جدیدتره و آخرین چیزیه که خیلی باش حال کردم تو بازی اوپن ورلد قطعا ردد 2. به نظر رزیدنت اویل یا سایلنت هیل؟ جفتشون عنوانای خفنی ان، ولی من بیشتر سلیقم رزیدنت اویل تا سایلنت. بهترین نسخه از سری بازی گاد آف وار؟ گاد آف وار 3 من میگم، 2 هم خیلی خفن بود ولی من گاد آف وار 3 رو خیلی بیشتر دوست دارم. تو بازی‌های ورزشی چه بازی رو بهمون پیشنهاد می‌کنی؟ بازی ورزشی که فوتبالی حساب میشه بهتریناش از نظر من توی زندگیم فیفا 12 و پس 2013 خیلی خفن بودن. بهترین بازی دو نفره که تو زندگیت بازی کردی؟ قطعاً بازی آرمی آف تو فوق‌العاده بود. اون زمان ایت تکس تو اسپلیت فیکشن و اینا نبود که، آرمی آف تو خدا بود. به نظر یکی از آندرریتد ترین بازی‌ها کدوم بازیه؟ ومپایر سوروایورز خیلی خفنه، برید سرچ کنید ببینید، ضرر نمی‌کنید، خیلی هم ارزونه. چیل ترین بازی که باهاش حال کردی؟ یکی از چیل ترین بازیایی که میتونید بازی کنید سری دس استرندینگ، واقعا عالیه. لم بدید، موزیک گوش بدید، از مناظر لذت ببرید. و سوال آخر، بهترین بازی تاریخ از نظر تو؟ یه دونه که نمیتونم بگم، من 3 تا از بهترین بازی‌های زندگیمو میگم: الدن رینگ، بلادبورن، اکسپدیشن 33. این 3 تا بهترینایی ان که من تو زندگیم بازی کردم. پیج ما رو فالو کنید، شما هم به این سوالا جواب بدید. از نظر شما کدوم بهترینه؟